سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. مقامات از باقر طلب کردند که 6 نفر از طرفدارانش را بسپارد. آوازخوان جوانمرگ دمیربک عالموف را با کفکوبی به خاک سپاریدند. پیروزی انیس شکورچی و شریف باسمچی در چمپیونات مشجنگ با دستان لوچ. قاری نعمت الله کولوبی در سن 101 از عالم چشم پوشید. مصادره 110 کیلو مویز و پیسته از مسافران تاجیک در فرودگاه سراتوف. فور راننده تاجیک در ارنبورگ چپه شد. روز 5 فوریه در تاجیکستان باز 4 نفر گرفتار کرونا ویروس شد و اکنون تفصیلات خبرها. سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که مقامات تاجیکستان از محمد باقروف معروف به باقر، یکی از لیدران غیر رسمی این منطقه طلب کردند تا 6 نفر از طرفداران خود از بین ساکنان محلی برخورخ که برای دست داشتن در یک عده جنایت‌ها اساساً برای تحقیر و لطکوب نمایندگان دولت تحت جستجو قرار دارند به مقامات بسپارد، وگرنه نهادهای قدرتی تهدید کردند که عملیات ویژه برو انداخته می شود. خبر میدهد پامیر دیلی نیوز اسم این 6 نفر را نیز نشر کرده است. اقنظر سال تولدش 1992، زکلوبیکوف سینا سال تولدش 1993، سلطان شایف خورشیدشاه سال تولدش 1984، شعبانوف جمشید سال تولدش 1986، ناصر علی سفرعلی سال تولدش 1973، شیروف مانوچهر سال تولدش 1986. یکی از اینها ساکن کوچه قرغزبک و بقیه از کوچه ایجابوفند. خود باقر نیز در همین کوچه ایجابوف زندگی میکند. در عموم محله برخورق یکی از منطقه های اساسی زیر نفوذ باقر در خورق به شمار می رود. بنا به اطلاع پامیر دیلی نیوز این روی خط از نام وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده ارائه شده است و حالا مذاکرات با باقر در مورد سپاریدن این 6 تن از طرفدارانش ادامه دارد. نشریه می نویسد که از نام مقامات این مذاکرات را رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال الشیر میرزاناباد و وکیل پارلمان عزیز گیوزاده پیش میبرند. مقامات رسمی ولایت و جمهوری تا حال این خبر را رد یا تصدیق نکردند، ولی ساکنان خورق میگویند چند روز باز نگران شروع عملیات ویژه به ضد باقر و طرفداران اویند. خبر طلب سپردن 6 ساکن برخورق در حال است که اخیراً دادستانی ولایت بدخشان خبر داد که بر اساس شکایت سردار اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف به ضد محمد باقروف بر اساس 4 بند کودکس جنایتی با اتهامات چون استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت و ایران کردن دخل ناپذیری مردم و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز کردند. دادستان ولایت پرویز عارفزاده گفت محمد باقر از دعوت تفتیشات سرکشی کرده برای بازپرسی حاضر نشد. لطفالله نوروزوف ادعا دارد که باقر او را تحقیر و لطکوب کرده است و مجبور کرده است که برخورق را ترک کند. باقر این را رد میکند و میگوید با معلم فقط یک صحبت پدرانه کردم. این لیدر غیر رسمی بدخشان روز 5 فوریه در مراجعتنامه‌اش نوشت سبب پیش نوروزوف رفتنش این بود که معلمان و معلمه‌های زیاد به نزد من آمده برای مجبوراً گرفتن اینترویو و واکنش نشان دادن شکایت کردند. من به پیش او با مصلحت در آمده فهمیدم که زیاده از 2 ماه شد که تو کار خود را مانده معلمان را نسبت من برای دادن اینترویو و بدنام کردن من روانه میکنی. مرا به حالم گذار و به سیاست کاردار نشو. محمد باقروف افسر سابق قشون‌های مرزبانی تاجیکستان 58 سال داشته یکی از پرنفوذترین لیدران غیر رسمی بدخشان به شمار می رود. او در محله برخورق زندگی می کند و گروه اساسی طرفدارانش نیز در همین جاست. آوازخوان شناخته تاجیک دمیربک عالموف را که شب 5 فوریه در یک صدمه در کنار شهر خوجند جان باخت، نیمه دوم روز 5 فوریه در زادگاهش شهر غونچی مرکز نویه دوشتیج ولایت سوخت به خاک سپاریدند. در مراسم ودا و نماز جنازه دمیربک عالموف در مسجد جامع مرکزی به نام ابوبکر صدیق در غونچی صدها نفر از مخلصان این هنرمند گرد هم آمدند. باتور عالموف مطرب شناخته و پدر آوازخوان جوانمرگ در مراسم ودا با فرزندش در مسجد از همه جمع آمدگان خواست
که پسرش را برای آخرت با قرصک گسیل کنند. پدری غمزده در حالی که اشک گلوگیرش میکرد خطاب به مردم جمع آمده گفت: همتون رحمت. یک من التماسم است که ممکن که من خطا باشد بچه که من بار احترام و کفگربی گسیل کنید. رحمت کلام همتون. بعد این التماس پدر غمزده دمیربک موج کفکوبی میدان را فرا گرفت. به این ترتیب مراسم وداع با آوازخوان آخرین بنفیس او شد و موج کفکوبی و در بغل دمیربک رهسپار آخرین سفر خود سفر آخرتش شد. خداوند سفرش را به خطر گرداند. دمیربک عالموف شب 5 فوریه در یک صدمه در گردش باغ ملی در موضع سرتوقی در حدود نویه باباجان غفوروف جان باخت. در این صدمه دو نوازنده گروه دمیربک عالموف جراحت برداشتند. بنا به خبرها ماشین دمیربک عالموف در راه بازگشت به خوجند از یک هنرنمایی در نویه باباجان غفوروف دچار صدمه شد. آوازخوان روانشاد امگی 32 سال داشت. از او 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر یتیم ماند. این بار اول نیست که هنرمندان شناخته تاجیک در صدمه‌های نقلیاتی جان می‌دهند. سال 1979 مقدس نبیه، سال 1991 نرگس بندیشویه و سال 2020 بهرام غفوری بر اثر صدمه جان خود را از دست داده هواداران خود را غرق ماتم کردند. نشریه پایک خبر داد که قلب قاری نعمت الله کولابی کهنسال‌ترین خونیاگر تاجیک روز 6 فوریه در سن 101 از تپیدن باز ماند. مراسم وداع با این سرنای نواز و حافظ مردمی در خانه‌اش در محله جمعه علی شهر کولاب و نماز جنازش پیش از نماز پیشین در مسجد جامع به نام امام اعظم برگزار شده است. همگی 1 سال پیش در کولاب 100 سالگی این مطرب و خواننده به همتای ترانه‌های مردمی و مذهبی را با شکوه تجلیل کرده به او جامه و توقی پوشانده بودند. نعمت الله تلویف 1 ینور سال 1921 در گذر شهید حاضر کوچه چپایف شهر کولاب در اویله عزیز افتلا به دنیا آمده از آوان خردی از پدر و مادر محروم گردیده و چون فرزند کلانی تمام وزنی روزگار اویله به دوش او میافتد. محض با شرافت داشتن آواز و فورم جرنگوسی او با استاد اولینش چول سرنای نواز در توی معرکه های مردم اشتراک کرده صاحب رزق و روزی میگردید. قابلیت بلند سرایندگی و نوازندگیش او را سال 1936 به تئاتر کسبی امروزه به نام شاعر و حافظ خلق سیدعلی ولیزاده گذاشته شده است آورد و قاری نعمت الله بیش از 50 سال در این بارگاه هنر فعالیت نموده است. بیش از 15 آهنگ استاد نعمت الله تلویف تحت عنوانهای سبت سرنای، ساقینامه سرنای، چمن یلا و دیگر آهنگ‌های ایجاد نموده او در ذخیره طلایی رادیوی تاجیکستان ثبت شده است. قاری نعمت الله را خرد بزرگ ختلون زمین به خصوص ساکنان کولاب شهر باستانی همچون حافظ، ظرافتگوی و سرنای نواز مشهور میشناختند و احترام میکردند. شب 5 فوریه در مسابقات توپ دوگ اف سی اوید به مشجنگ بی دستپوشک در شهر قزان پایتخت جمهوری تتارستان روسیه ورزشگر تاجیک انیش چلایف معروف با لقب اخوتنیک رقیبش از روسیه اسکندر زیایف را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. همین طور باز یک ورزشگر تاجیک شریف شریپوف معروف با لقب بوسمچی در چمپیونات توپ دوگ اف سی 12 با رقیبش از روسیه متوی تیکیجیف غالب آمد. انیش چلایف به این ترتیب اولین تاجیک است که عنوان چمپیونی را در ورزش مشجنگ بی دستپوشک به دست آورد. او در جریان رقابت با وجود اون که هنوز در اول بازی 2 خولش را خط زدند و سپس بالای قوشش درید و خونشار شد به قوه آزمایی ادامه داد و با برتری با 1 امتیاز برنده و چمپیون نو اعلان شد. اسکندر زیایف که طوری از معرفیش برمیآید تو رقابت با این بچه تاجیک بیش از 500 پیروزی در جیب داشته است. از شکستش آنچنان به خشم آمد که دستبندش را بریده در بالای میدان پرداخت و قسم خورد که دیگر هیچگاه به میدان نمیبراید. اما انیش چلایف در قزان در شهر پیروزیش گفت شکارچی نمیزند، شکارچی میپراند. انیش چلایف 18 آگوست سال 1997 در نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده در روسیه به وی رسیده است. او از سن خردی تحت سرپرستی پدرش
اولفاتچو چلایف و استاد ورزش SSR یوری کریلین به مشق بوکس شروع کرده. الکی در سن 18 میوری استاد ورزش روسیه را در رشته بوکس اجرا کرد. او در یک چند مسابقه بین المللی پیروزی به دست آورده است. نزدیکانش میگویند که انیس از داوران بی‌وجدان و بی‌عدالت جبر زیاد کشیده است، ولی پدرش اولفاتچو شمسوویچ همیشه با این بیت نصیحتش میکرد که از ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. با آنکه انیس در روسیه به وای رسیده است و تاجیکستان را تقریبا ندیده است، ولی در محیط خانواده او را در رویه ملی و تاجیک پرستی تربیت کردند. یک عباره او ورد زبانهای مخلصان است که گفته بود من در آینه فقط تاجیک را میبینم. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. یک فور تحت اداره راننده تاجیک در حدود ولایت ارنبورگ روسیه چاپ شده است. کارمندان پلیس حوزه سول ایلیتسک به کمک راننده تاجیک رسیده پرچپ فور او را که در درون توده برف چاپ شده بود دوباره به پایهایش راست کردند. در این باره خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت ارنبورگ خبر داد. بنا به این منبع به قسم نوبداری پلیس حوزه سولک ایلیتسک خبر رسید که شبانه در کیلومتر 73 روی قزان ارنبورگ اوقبلوق مرز قزاقستان یک فور با پرچپش از راه بیرون شده است و راننده به کمک نیاز دارد. کارمندان DPS بلافاصله به جای حادثه رسیده معلوم کردند که راننده این ماشین ساکن تاجیکستان از شهر نفت کامینسک به سمت قزاقستان حرکت داشت، ولی در راه پربرف از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانست و در نتیجه ماشین از راه بیرون شد و پرچپش به بالای برف چپه شد. کارمندان پلیس به جای حادثه ماشین‌های مخصوص را دعوت کرده با کمک آنها پرچپ را دوباره به پایهایش راست کرده فور را برای ماشینگرد برآوردند. در نتیجه کمک کارمندان پلیس ماشین بارکش از اسارت برف خلاص کرده شد. راننده ماشین و شریک او به کارمندان پلیس و خدمات نگاهبین راه برای کمک فوری و آن هم در پوست شب اظهار سپاس کرده برای خود ادامه دادند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 5 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور همگی 4 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 5 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 5 فوریه در تاجیکستان به 17344 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17188 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوتیدند. به این ترتیب تا شام 5 فوریه 32 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. یک هفته پیش شماره بیماران حدود 80 نفر گفته میشد، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی است. مقامات تاجیکستان واکسن را یکی از راه‌های از همه مؤثر و علما ثابت شده جلوگیری از گسترش بیماری کرونا ویروس می‌شمارند. تاجیکستان تا امروز توسط برنامه کوواکس که تقسیم عادلانه واکسین‌های ضد کرونا ویروس را در بین کشورهای دارای و نادار به هدف دارد به صورت رایگان بیش از 12 میلیون وایه واکسن به دست آورده است. حالا در تاجیکستان ساکنان را به گرفتن وایه سوم واکسن تشویق کرده ایستادند. خدمات مطبوعات دادگاه نویه مسکو شهر تویر روسیه از بررسی یک پرونده غیر عادی دزدی از مغازه خبر داد. دادگاه یک زن زاده تاجیکستان با نسب عارف جان را که نام اولش آورده نشده است بر اساس قسم دوم ماده 7 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در دزدی مقدار خرد مالها از گیپرمارکت لنتا به مبلغ 1425 روبل و 52 تین گناهگار شناخت و 3000 روبل جریمه بست. این پرونده به آن دلیل توجه همه را به خود جلب کرد که زن گناهگار مادر 6 فرزند بوده است. او در دادگاه گناه دزدی را به گردن گرفت و اظهار پشیمانی کرده، ولی گفتن نتوانست که چرا دست به چنین عمل زده است. دادگاه شرایط مالیوی این عائله را تحقیق نکرد، ولی از روی خط مالهای دزدیده این زن از جمله یک چوچک و 3 شکلات سنیکرز برمی‌آید که او این مالها را اساساً برای کودکانش دزدیده است. دادگاه نویه مسکو روی خط مالها از
گیپرمارکت لنتا دزدیده این زن مادر 6 فرزند را نیز نشر کرده است. حجم عمومی ضرر به مغازه لنتا رسانیده این زن 1452 روبل و 52 تین را تشکیل داده است. در میدان شرح‌های زیر این خبر بسیاری ها یک دادرس باانصاف از کانادا را به یاد آوردند. او هنگام بررسی یک قضیه دزدی نان از مغازه بیانات موسفید گناهگار را با دقت گوش کرد. موسفید گفت برای آن دست به دزدی نان زد که سخت گرسنه بود و دلش نان میخواست ولی پولش را نداشت که بخرد. دادرس موسفید را گناهگار شناخت ولی از جوابگری آزاد کرد و برعکس تماشابینان این مرافعه را محکوم کرد که باید هر کدام موافق زورش به این موسفید مقدار پول خیر کند. اداره روسلخوزنظور ولایت‌های سراتوف و سمارا با جنبست ماه اول سال 2022 خبر داد که کارمندانش در فرودگاه‌های گاگارین شهر سراتوف از اول سال جاری بیش از 1800 باگاژ مسافران را تفتیش کرده در 65 مورد از تلاش به قلمرو ولایت سراتوف وارد کردن محصولات ممنوع پیشگیری کردند. از باگاژ دستی مسافران از جمهوری تاجیکستان بیش از 110 کیلو محصولات تحت کرانتین، غولینگ دانه‌دار و بیدانه، پیستا، بادام، اراخس، مویز، دانک زردآلو و چهارمغز مصادره کرده شد. همه این محصولات مصادره شده در حجم 110 کیلو تحت نظارت متخصصان روسلخوزنظور طبق قانونگذاری روسیه نابود کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه این اداره می گوید زمینه حقوقی مصادره چنین محصولات از مسافران تاجیک قرار روسلخوزنظور از 16 اپریل سال 2012 است که با مسافران به قلمرو روسیه وارد کردن میوه و سبزیجات از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان را منع می کند. از 5 مارس سال 2019 به مسافران از ازبکستان اجازه دادند که با خود تا 5 کیلو میوه و سبزیجات یا خشک میوه و دانگی بیارند ولی به مسافران از تاجیکستان اینک قریب 10 سال باز به روسیه بردن میوه و سبزیجات، خشک میوه و محصولات دانگی چون پیسته و بادام و چهارمغز رسما منع کرده شده است. اگر بخت مسافران برندی کند و در فرودگاه‌های روسیه به دست کارمندان روسلخوزنظور نافتند این محصولات را میگذرانند ولی اگر در رید بیفتند میوه و سبزیجات از وطن با خود آوردهشان مصادره میکنند. مدینه سال تولدش 2003 صبح 5 فوریه سال 2022 از خانه شوهرش سراغه شهر دوشنبه کوچه میرعلی محمدعلی برآمده دیگر بیدرق شده است. در تن خلط و کلوش دارد. به گفته شوهر و خوشدامنش در اویله یگان نمود مناقشه اویلوی نبود. کلین خوب بود. برای یافتن مدینه کمک کنید. کسی اگر او را در یگان جا دیده باشد و یا درباره کجا رفتنش معلومات دارد خواهش میکنیم بر رقم های 770 07 23 77 یا 93 959 52 56 زنگ زنید. میلیسیا نیز مدینه را جستجو دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.